طلا فروش محلمون بهم گفت اگه بتونی زندان رو رد کنی بهت 1 گرم طلا میدم، بزن بریم بگیریم. خب بریم توی شالکر باید چی کار کنیم؟ طلا داریم، آهن داریم و زغال. به نظرم که فهمیدم باید چی کار کنیم. این فرنیسه هم بردارم و بریم. اینو میذاریم و توش میذاریم که زغال و آهن. خب پخته میشه و بریم بعدی. خب اینم از اینو پخته شد. این یکی هم و ورش دارم و بریم که وسیله ها رو بسازیم. کرافتینگ تیبل رو میذارم و اول از همه یه بلاک طلا و زنجیرات اینا رو بذارم اینجا و اینم بذارم بین دوتا و تمام. ایزی. خب بریم بالا. اینم از این مرحله ساده راحت. بذار و این از بعدی و تمام. لایک و ساب کن و منتظر پارت بعدی باش.